سلام دوستان، اگر به دنبال این هستید که سطح هورمون رشد بدنتون رو به صورت کاملا طبیعی بالا ببرید و درد مفاصل رو از بین ببرید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. هورمون رشد فقط برای قد نیست، برای ترمیم بافت‌ها، سوخت و ساز و جوانی پوست و درد مفاصل هم ضروریه. امروز 5 از بهترین منابع رو بهتون معرفی میکنم. اولین مورد کلسترم یا آغوزه. این ماده که همون شیر اولیه پستانداران هست، سرشار از فاکتورهای رشده که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و به بازسازی عضلات کمک فوق‌العاده‌ای میکنه. ویتامین B3 همون ویتامین نیکوتین آمیده. این ویتامین به آزادسازی هورمون رشد از غده هیپوفیز کمک میکنه و سطح انرژی سلولی رو بالا میبره. نمیشه از رشد حرف زد و اسم ویتامین دی رو نیاورد. این ویتامین مثل یه هورمون در بدن عمل میکنه و رابطه مستقیمی با ترشح هورمون‌های آنابولیک و سلامت استخوان‌ها داره. و اما مورد بعدی که شاید براتون عجیب باشه، کلم تخمیری. سلامت روده با ترشح هورمون‌ها در ارتباطه. پروبیوتیک های موجود در کلم تخمیری باعث جذب بهتر مواد غذایی و بهبود عملکرد غدد میشن. البته یادتون نره که در کنار این مواد خواب عمیق شبانه و ورزش های قدرتی هم مکمل اصلی هورمون های رشد هستن. اگر این ویدیو برات مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کن. مراقب خودت باش و خدا نگهدار.